آقای ابراهیم امسال راهپیمایی رفتی یا نه؟ راهپیمایی تو دهات نشد برم، کار اینجا یه جور بود نرفتم، ولی کل خانواده رفتن راهپیمایی. خودمانم اینجا 46مین سال انقلابمونو جشن میگیرم. همینجا مکبر آمریکا میگم، اسرائیل همین نوچه اونه، همین آمریکا رو میگم شامل اونم میشه. مملکتمون قرص و محکم به سلامتی آقا جانمون انقلابمون ادامه داره. فقط اونایی که خارج خب فارس زبان ها همشهریامون دارن علیه مملکت ما دارن هر روز بررو میکنن، اونا بگم اون الان فایده ندارید. ما همین آمریکاشم که از اون بالا برش نگاه میکنیم. بنده خدای دربی دری که موندید خارج علیه مملکت ما حرف میزنید. ما الان آمریکا، مقاومت آمریکا، بسیج فرانسه، اونور دنیا آقای زاکزاکی، پوتین رو داریم اینور آقای دلاور پوتین با ما، کل دنیا داریم. بنده خدا در بدارید، برای مملکت خودمون داری صحبت کنید، حمایت کنید. مملکت ما قرص و محکم به سلامتی آقا جانمون داره پیش میره. این حرفاری که علیه مملکت میزن، رئیس جمهورمون هم دوست داریم، آقای پزشکیان، هر آقا کم کرسی هم داریم داخل کشور خودمون میدونیم، به هیچ که مربوط نی. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا.